بریم که 3 ترابایت بکنیم این دستگاه رو به راحتی آب خوردن. این حافظه 2 ترابایتی که اضافه میشه به 1 ترابایت PS5 اسلیممون. بریم که بندازیم رو دستگاه. PS5 رو از طرفی که آرم پلی استیشن نداره بخوابونید، پلیتش رو از اینجا زور بزنید در میاد. اینجا محفظه SSD مونه که به همین راحتی پیچ‌گوشی رو میندازیم، اینو باز میکنیم. تو خونه هم میتونید انجام بدید، با خیال راحت انجام بدید. حافظتون اضافه میشه. اینجا اسلاتیه که این SSD رو میتونیم اضافه بکنیم. این پیچ هم از اینجا ور میداریم و اینجا میبندیم. بعد از اضافه کردن این پیغام براتون میاد که فرمت رو میزنید و به همین سادگی دستگاهتون 3 ترابایت میشه. حالا هر حافظه‌ای که اضافه بکنید به اضافه 1 ترابایت حافظه دستگاه اسلی.